آموزش لاته. کاپا رو برمی‌داریم می‌کنیم تو سوراخ سر جاش، این یکی رو می‌ذاریم اونجا. بله فشار رو داخل. چی کاپ خوشگلی. کاپو می‌ذاریم سر جاش، پورتا رو برمی‌داریم، خالیش می‌کنیم، دستمال رو برمی‌داریم، با دستمال تمیزش می‌کنیم، می‌ذاریم سر جاش. وزنش رو صفر می‌کنیم. حالا بریم واسه آسیب کردن قهوه. حل پیچ رو برمی‌داریم، این یکی قشنگ‌تره. شیر رو بیاریم بالا. یه بیرون ببینم. تکونش میدیم، می‌ذاریم اینجا. پورتا رو دوباره برمی‌داریم، می‌ذاریم روی اسکیل، به ضربه. وزنش رو چک میکنیم. خب 17 گرم کمه. قاشق رو برداریم، بریم برای اضافه کردن قهوه اضافه میکنیم، میریزیم توی پورتا. قهوه دقیقاً 1 گرم بود، عالی شد. حال کردیم با لیور صاف میکنیم قهوه رو. حالا میریم واسه تم کردن، میکنیم توی این دستگاه که تم بشه. حل میریم اونور، میریم واسه وسارگیری. خب میبندیم به دستگاه و وسارگیریمون رو شروع میکنیم. در شیر رو باز میکنیم، پلاستیکش رو میندازیم دور و دوباره در شیر رو میبندیم. خودم هم نمیدونم چرا، ولی خب بستیم. پیچر رو برمی‌داریم، شیر رو تکون میدیم، دوباره میریم اونور. حل شیر رو می‌ریزیم داخل پیچرمون تا زیر نوک پیچر. عالی شد. در شیر رو میبندم، میبرم بذارم سر جاش. اوکی. حالا پیچر رو برمی‌داریم، با استیم گرمش می‌کنیم، می‌ذاریمش کنار. میریم واسه فرم گرفتن. فرم شیرمون رو می‌گیریم، استیم رو باز می‌کنیم و شروع می‌کنیم به فرم گرفتن. اسپرسومون چی شد؟ خب اسپرسومون آماده است. اوکی لایک. حل تقریبا فرم شیرمون آماده است و حالا چک می‌کنیم خوبه. یک کمی دیگه. خب میبندیم، دستمال رو بیاریم از پایین، تمیزش کنیم و حالا خالیش میکنیم. اوکی. یه ضربه آب پیچر رو خالی میکنیم و شیر میریزیم توی یکی پیچرمون. بسیار عالی. یه ضربه و حالا اسپرسو رو میاریم، اسپرسو رو یه ذره از فرم شیر رو میریزیم توی پیچر دیگه، اسپرسو رو میچرخونیم و همینطور شیر رو. و حالا شروع میکنیم به زیرسازی کردن. زیرسازیمون انجام بشه. خب حالا یه چپ راست به سمت جلو خوبه برمیگردیم، چپ راست نگهش میداریم، میاریمش بالا، خط باریک از وسط. اینم لاته شما.